سامانه پومری اینفو که مسائل بدخشان را پیگیری میکند متن سند اوید به معتدل گردانی وضع ترتیبات جمعیتی در شهر خورغ را نشر کرد. این سند را روز 28 نوامبر رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزوراباد و سردار ریاست کارهای داخلی این ولایت در پی 10 ساعت مذاکرات با اعضای کمیسیون 44 که میدانشینان انتخاب کردند امضا کردند. در این سند که در زیر آن مور رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و ریاست وزارت کارهای داخلی این ولایت زده شده است، مقامات بدخشان به اشتراکچیان اعتراض‌هایی که در مرکز خورغ در روبروی بنای حکومت ولایت 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد کفالت دادند که هیچ کدام آنها به جوابگری کشیده نمی شود. متن پاره این سند چنین است: 25 نوامبر سال 2021 در نتیجه عملیات کارمندان حفظ حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان شهروند زیابیکوف گلبدین زیابیکوویچ ساکن ناحیه روشقله به هلاکت رسیده 2 نفر دیگر زخمی گردیدند. بنابر این سبب برخی از ساکنان ناحیه روشقله و شهر خورغ از احساسات هیجان سخت روحی ناگهان به میدان اسماعیل سامانی شهر خورغ برای فهمیدن این قضیه جمع آمده تا روز 28 نوامبر طلب‌های گوناگون به حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشنهاد نمودند. هنگام بردن کارهای فرماندهی شهروندان جمع آمده از احساس آنکه گردهمایی غیر قانونی محسوب می شود از میان آنها گروه کاری تشکیل نموده برای همکاری با ساختارهای دولتی پیشنهاد کرده شده دیگران اختیاراً میدان را ترک می نمایند. در رفت گفتگوزار مذکور طرفها به مصلحت آمدند که همه اشخاصی که در گردهمایی در بالا ذکر کرده شده اشتراک نمودند برای اشتراک غیر قانونی در گردهمایی روزهای از 25 تا 28 نوامبر سال 2021 زیر تعقیب مأموری و جنایتی کشیده نمی شوند.